بیننده های عزیز سلام، نوروزتون مبارک باشد. سلسله صحبت های خود را در مورد نوروز و حکمت ماندگاری آن ادامه می دهیم و هم صحبت نوبتی ما هستند دیرکتور نشریات ادیب رحمان علی میرالی زاده. خوش آمدید. نوروزتون مبارک باشد. به شما هم مبارک باشد نوروز شما هم و فرخ و فرخنده باشد نوروز شما و همه بینندگان تلویزیون سفینه. سلامت باشید. نوروز جهانی شد. نوروز ما جهانی شد. با تشبس‌های خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نوروز ما مقام بین المللی را گرفت و باعث خرسندی و افتخار هم هست که این جشن اجدادی ما امروز در تمام دنیا قید می شود و روز 21 مارس همچون روز بین المللی نوروز تجلیل می گردد. واقعا مردان اهل تدبیر همیشه گذشته را میبینند، امروز را طرحریزی میکنند و برای آینده کار میکنند و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هم محض از همین دیدگاه کار میکنند، چون که ایشون با مسئله های تاریخی خیلی خوب آشنا هستند و گذشته را میدونند و از تجربه گذشته برای امروز کار میگیرند و برای آینده هدایت و راهنمایی ها میکنند و واقعا نوروز این بزرگترین دستاورد فرهنگی و تاریخی مردمان آریایی هست، چون تاریخ آن تاریخ همه دین ها را عبور میکند، تاریخ همه سلطنت ها را عبور میکند، تاریخ نسل ها را عبور میکند، یعنی از آغاز تاریخ به امروز می آید می رسد و در تمام همه طول سیر تاریخی خود نوروز همیشه یک جشن محبوب بوده است و تلاش های پیشوای معظم ملت برای جهانی کردن نوروز در عصر جهانی شوی یکی از مهمترین تدبیرهای سیاسی و کارهای عملی هست که ایشون انجام دادند. زیرا ببینید که عصر 21 عصر جهانی شوی است و دیگر تمام اطراف اکناف جهان گویا که یک دهکده است، در اون طرف دنیا یک گپ میشه، مثلا در یک نقطه آخرش اون را میبینند، یعنی دیگر عصر اطلاعات است و وقتی که هر کس داشته های خودش رو به معرض میگذارد خودش رو، ملتش رو، میهنش رو، کشورش رو، فرهنگش رو معرفی میکند و نوروز یکی از اساسی ترین من فکر میکنم ارزش های فرهنگی ملت تاجیک است که پرزیدنت محترم ما توانستند با همین دستاورد بزرگ دیرینه تاریخی ملت تاجیک را به جهانیان معرفی کنند و خصوصیت های خود نوروز چیزی نیست که مثلا از دیدها پنهان ماند. وقتی که ما مثلا نگاه میکنیم به همین تاریخ نوروز، ببینین در سرچشمه‌های تاریخی میگن که این روزی آفرینش جهان بود. خب حالا مثلا هیچ چیزی تاریخ دسترسی که ما امروز مثلا داشته باشیم که فلانی نوشته باشد نداریم، ولی و میگویند که طبق روایت ها و سرچشمه های تاریخی یعنی روزی نوروز یعنی روزی آفرینش جهان است. و اگر ما منطقاً به همین نظر کنیم میبینیم که نوروز کی فرا میرسد؟ وقتی فرا میرسد که سردی، تاریکی به پایان میرسد و گرمی، روشنایی شروع می شد و این برابری شب و روز است. وقتی که خورشید به برج حمل وارد می شد شب و روز برابر می شد، یعنی وقتی که اگر ما به ساعت های الکترونی نگاه کنیم معنی 4 صفر پیدا می شد وقتی که همین حالت پیدا می شد، یعنی از صفر شروع شدن است و واقعا همین جهان از صفر شروع شده است، یعنی جهان از نیمهش پیدا نشده است، از آخرش پیدا نشده است، از نقطه صفر پیدا شده است و نوروز هم از همین نقطه صفر است. دوره است که یک دوره، یک گردش فلکی خورشید به پایان میرسد و گردش تازه شروع می شود و فصل نو شروع می شود و زندگی نو شروع می شود. بنابراین وقتی ما از این نقطه نظر نگاه میکنیم واقعا باید همین گونه باشد، باید
نقطه اول آغاز آفرینش باشد. و وقتی که میبینیم که مثلا ما میخوانیم که در سرچشمه‌های تاریخی میخوانیم که نوروز رو این گونه توصیف میکنن و وقتی که اون با منطق نگاه میکنیم واقعا همین گونه است. اگر به رمزهای نوروز نظر افکنیم، نوروز در خود رمز وحدت، انسانگرایی، یعنی پیروزی نور بر ظلمات، رمز شکوفایی، رمز وارستگی رو دارد. یعنی این موضوع و مسئله هایی هستند که بشریت رو فرا میگیرد. و شاید محض همین است که مثلا نوروز ما رو جهانیان استقبال کردن، قبول کردن و امروز قید میکنن. همینطور نه؟ بله، دقیقاً همینطور است. یعنی نوروز همه خوبی ها، همه خوشی ها، همه دستاوردهای یا ارزش های معنوی را که انسانیت دارد در خود فرا گرفته است، در خود جمع کرده است و در بهترین وقت، در بهترین زمان، در بهترین موقع به مردم پیشنهاد میکند. چگونه مثلا میشد که از اون دست کشید. ببینید فصل بهار هست، خب سردی تمام شد، خب گرمایی و روشنی آمد، خب صلح و صفا را آوردیم، خب گفتیم که باید کینه‌ها را از سینه‌ها بزداییم، خب شروع میکنیم به کشت زمین، به حاصل نو. یعنی همه چیز یک دور نو شروع میشود در زندگی هم طبیعت و هم جمعیت و هم معرفت. و بنابراین هر ملتی صاحب تمدن و هر ملتی که ذوق و سلیقه مثلا جهانشناسی خوب دارد البته میگه که این خیلی چیز خوب است، ما باید قبول کنیم. بنابراین کشورهایی که شامل حوزه نوروز شدند پیش نما کشورهایی بودند که با مردم آریایی ارتباطی مثلا نزدیکی هم فرهنگی داشتن، سیاسی داشتن، اجتماعی داشتن. اینا زود وارد شدن و بعدا این جهان که دیگر با یک پروژه جهانی شوی وارد شد، دیگه اون کشورهایی که از ما دورتر بودن اون هم به همین چیز پیوستن، به همین بگیم که روند پیوستن. و امروز وقتی که تصور کنید که وقتی روز 21 مارس میشد اون رو در استرالیا جشن میگیرن، چون که هستن مردمانی که از کشورهای حوزه نوروز اونجا میرن، خصوصا مردم فارسی زبان، تاجیک‌ها میرون. وقتی که جشن میگیرن میبینن که با این لباس هایی که اینقدر رنگ های شاد و دلخوش کننده دارن، وقتی میبرن سرود و موسیقی های خیلی خوب رو میخونن یا دیگر رو تبریک میکنن، مثلا بهترین گویم که ناز و نعمتی رو که از خورش های طبیعی هست روی خوان میگذارند، یعنی همه اون ارزش های معنوی خود رو به زبان میارن. خب این هر بیننده رو جذب میکنن. همین گونه در مثلا قاره اروپا، همین گونه در قاره مثلا آسیا تا شرق دور، همین گونه در قاره امریکا. و امروز واقعا نوروز در تمام جهان، در کجایی که مردم حوزه تجلیل کننده نوروز هستند، در معرض عام جشن گرفته میشد و مردمان میبینن، هوس میکنن و میگن واقعا این جشنی است که باید استقبال کنیم. ببینید مثلا سال شماری های دیگر چیزی تاریخی دارند، منبع تاریخی دارند. مثلا یکی به هجرت حضرت پیغمبر ربط دارد، یکی مثلا به تولد حضرت عیسی ربط دارد، دیگری یعنی که همه اونو به یک واقعه تاریخی اساس یافتند. اما نوروز برای اون واقعه تاریخی اساس ندارد. یک چیزی، یک جشن صرف طبیعی است، یعنی به ربط میگیرد به گردش اجرام آسمانی، به برابری شب و روز، به تحویل سال. یعنی چیزی هست که صرف هم طبیعی است هم اجتماعی. بله، یعنی اساسهای واقعی علمی دارد. بله بله. و ببینید ما وقتی به تاریخ نظر میکنیم، حکیم عمر خیام کتابی دارد به نام نوروز نامه. ببینید و حکیم عمر خیام در زمان سال 1079 میلادی بود، تحت سرپرستی ملکشاه سلجوقی که او با فرهنگ فارسی بسیار چی بود، یعنی عجین بود، یعنی حتی استادی او که نظام الملک بود، پیری او که یکی از فرزانگان از حکیمان مثل ملت ما بود، همین اونقدر به مسئله ساختن تقویم توجه کردند که یک تیم بسیار دانشمندان و تجربه دار را زیر رهبری حکیم عمر خیام جمع آوردند و در مدت مثلا چند سال توانستند که دقیق ترین تقویم رو برای جامعه بشری بسازند. و همین تقویمی که سال 1079 میلادی، ببینید
چقدر وقت گذشته است، بیش از 1000 سال است این چیز وای کردن ساخته شد. امروز با در نظر داشتی دستاوردهای علمی که با دستگاه‌های الکترونی اجرام آسمانی را رصد میکنند همگی کمتر از 1 ثانیه تفاوت دارد. این شگفت انگیز نیست مگر؟ حالا شما گفتید که بزرگان ملت ما مثلا دسترسی به علم کیهانی داشتن. واقعا این همین است. اگر این دسترسی نمی بود، این دقت، این اهمیت، این پژوهش، این زحمت اگر نمی بود، اونها مگر میتونستن 1000 سال قبل، زیاده از 1000 سال قبل توانند یک تقویم بسازند که با دستاوردهای عصر 21 فقط کمتر از 1 ثانیه فاصله دارد. بله، یعنی میتوان گفت که نوروز با جنبه‌های گوناگون علمی و تاریخی و فرهنگی خود خدمت نزد ملت ما کرد. یعنی برای زنده ماندن، برای نگاه داشتن ارزش‌های ملی ما خدمت کرده است. و امروز که نوروز ما جهانی شد، بیشک جهانی شوی نوروز ما را افتخار میبخشد و در برابر این مسئولیت میافزاید. یعنی که ما صاحبان نوروز، ما نفرانی که از اجدادانمان میراث گرفتیم، چه خدمتی باید پیش نوروز کنیم؟ نوروز یک جشن بسیار قدیمی است، اما یک جشن راکید یا که سخت شده در یک جا نیست. یک جشنی است که همیشه در حرکت است، مثل همین که بهار می آید و جهان دیگرگون می شود. نوروز هم همیشه در طول تاریخ با حفظ گوییم که همین مهمترین سنت های نوروزی خود باز یعنی در تکامل چیزهای تازه رو پیشکش میکنه. ببینید که وقتی که در تاجیکستان نوروز همه ساله با نماد نو، با نمای نو، با استفاده از دستاوردهای امروزی علم و فناوری جهان تجلیل می شود، عموما مثلا این نوروزی مثلا امسال رو با نوروزی 10 سال پیش و 20 سال پیش نمی شود قیاس کرد. این نوروزی که ما امروز در آن به سر میبریم با استفاده از همین دستاوردهای بهترین، هم صناعتی، هم علمی، هم هنری، هم علمی چیکار میکنه؟ خودش رو تجدید میکند. و واقعا همین نو شدن و تجدید شدن خاصیت اصلی نوروز است. همین در وقتی که در شاهنامه فردوسی هم میخوانیم، حکیم فردوسی میگه که سر سال نو هرمز فروردین، سر سال نو هرمز فروردین برآسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار. و من میخوام به چیز دیگر اینجا توجه کنیم، چون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت، به مسائل های تاریخی که بسیار توجهی دقیق دارند، همین سیر تاریخی نوروز رو خوب آموختند و از اون آموخته های خود در سیاست امروزی خودشون استفاده میکنند. ببینین در زمان سلاله هخامنشی ها نوروز از زمان کوروش شروع میشد، کوروش کبیر، و در زمان شاخه دومی هخامنشی ها دارای بزرگ به جشن دولتی تبدیل می شود و این جشن را دولتی می کند کوروش کبیر دارای اول. و در پارسا که امروز با نام تخت جمشید معروف است و در اروپا پرسپولیسش میگویند، در همین جا یک تالار بزرگ ملت ها ساخته می شود و همه این ملت هایی که در دایره امپراتوری هخامنشی بودند و همه این ملت هایی که بیرون از آن بودند و با این امپراتوری سر و کار داشتند، در نوروز در همین تالار ملل جمع می شدند و نوروز در سطح بین المللی 2500 سال قبل جشن می گرفتند. و بعدا وقتی می بینیم این در زمان ساسانی ها همین گونه جشن دولتی باقی می ماند و همین گونه مثلا پادشاهان مثل دوره پیشین هدیه ها قبول میکنند، خب عفو و بخشش ها میکنند و در سطح بسیار بلند دولتی هم برای عامه هم برای اشراف نوروز جشن میگرفتند. مثلا ببینید که هم ما نوروز کوچک داشتیم هم نوروز بزرگ. خب و بعدا میشه در زمان ساسانیان همین خیلی است، زمان اشکانیان همین خیلی است. حتی من دیدم در زمان هخامنشی ها
امر یک فرمان دولتی صادر می شود از طرف دارای یک که در روز نوروز تمام قرضداران قرضهای خود را به قرضخواهان برگردانند. من واقعا تعجب کردم، گفتم این چیه؟ مثلا گویا در نظر اجبار می نماد، ولی وقتی درست تحمل میکنیم ببینید کسی که قرضدار است نمیتواند شادی کند. نوروز میخواد که شما شادی کنید، یعنی اون روز باید شما از همه این مشکلاتی که در سال گذشته داشتین رها شوین، خودتون رو به این روز آماده کنین، برای روزی نو، برای حیاتی نو، برای فعالیتی نو، برای کاری نو خودتون رو آماده کنین. اون آدمی هم که از به شما نیکی کرده است و قرض داده است، اونم قرضش رو برمیگرداند و برای کار خودش شروع میکند، شما هم کار نو شروع میکنید. واقعا وقتی که آدمی که از مشکلات رها میشود و همین قرضی که از بزرگترین مشکلات جامعه انسانی است، وقتی که آدم از این قرض خلاص میشود مگر او خرسند نمیشود، او خوشبخت نمیشود، او خوشحال نمیشود. و این تقاضای اصلی نوروز است که یعنی شادی آوردن به خاندان ها، فرح آوردن، از بین بردن کینه ها. از پهلوی دیگر نگریم، رسالت نوروز فراختر یعنی بیشتر از جشن است، بیشتر از رقص و سرود و بازی و خوشحالی است. بله، نوروز هم یک جشن دولتی است. وقتی جشن دولتی که شد هم حتما در دایره یک سیاست قرار میگیرد، سیاستی که در همون زمان حاکم است. جشن یک جشن فرهنگی است، یعنی در این فرهنگ همه دستاوردهای معنوی و مادی که در حوزه فرهنگ یک ملت دارد به این وارد میکند. و جشن تجدید تفکر است، اندیشه است و همه اندیشه نو چی میشود به حرکت می‌دارد، پویا میشود. جشن اجتماعی است، یعنی تمام مردم میآیند با هم در ارتباط میشن. و یک از خصوصیت‌های نوروز هم این است که وقتی اگر در جشن‌های دیگر مردم از کوچه ها به تالارها روند، نوروز مردم را از زیر سقف‌های خانه‌ها و تالارها به دامن کوه و دشت و صحرا میکشد و به زیبایی میکشد، به شناختن قدر طبیعت میکشد. واقعا انسان باور که اینقدر زیباست، وقتی که انسان با طبیعت انس میگیرد، این بزرگترین جشن حفظ محیط زیست است، جشن اکولوژی است میتونیم بگوییم. چون که واقعا ما همه این دقت مخصوص مردم را نسبت به طبیعت فقط در همین جشن نوروز میتوانیم احساس کنیم، در دیگر جشن‌ها این چیز، یعنی گفتم تمام ارزش‌های معنوی، مادی، خب فکری که انسانیت دارد و خصوصا ملت بزرگی ما دارد، در همین نوروز همه اینو چیده شده، مثل یک شده مرجان جمع آوری شده است و هر مهره از مهره دیگر زیباتر است. سلامت باشد. همزمان مهربانی انسان را به طبیعت افاده می‌کند. خب چون در جهان برخورد تمدن‌ها به همریزی فرهنگ‌ها قرار داریم، فکر می‌کنیم که نوروز در برابر اون که اینقدر خدمت نزد تاریخ ما، نزد ملت ما کرده است، همچنین یک سپری با اعتماد، یعنی یک دلیل بی بحث هستی ملت تاجیک موجود است، یعنی که افاده میکند هستی ما رو. جهانیان هم باید در همین حاشیه نوروزی ما از بودن ما، از بزرگی ملت ما اعتراف کنند. بله، ببینید ملت ما معرفی کننده نوروز است. بله. بنابراین ما اینا باید به طور احسن معرفی کنیم. و خوشبختانه سال 2021 تاجیکستان میزبانی ویژه تجلیل نوروز بین المللی بود. بله. و سیمپوزیوم یا همایش بین المللی در موضوع نقش نوروز در گفتگوی تمدن ها و تحکیم صلح جهانی بررسی شده بود. خود این موضوع ببینید چقدر جالب است. این در تاجیکستان می شود، میزبان آن تاجیکستان است و پیام آن چی است؟ مکالمه تمدن ها و تقویت بخشیدن صلح و ثبات در سیاره، که این هم بازم برمیگردد به تدبیرها، به اون تأثیری بین المللی که پیشوی معظم ملت تاجیک دارد و مثلا جامعه جهانی رو، سازمان بانفوذترین جامعه جهانی رو متقاعد میکنند که یعنی این باید همین تدبیر روی دست گرفته شود، عملی شود، مردم جهان ببینند و به این نتیجه برسیم که ما باید در یک فضای باز، در یک محیط دوستانه با
بهترین ارتباطات فرهنگی زندگی کنیم و جامعه بشری مشکل ساز یکدیگر نباشد، مشکل کشای یکدیگر باشد. سلامت باشد. صحبت خوبی داشتیم با شما در مورد امروزی نوروز، حکمت نوروز، فلسفه ماندگاری نوروز و می‌نداریم از حضور شما که به صحبت ما آمدید. خب در آخر آرزوهای نوروزی شما رو می‌خواهیم بفهمیم. بله، نوروز که خود پیام صلح است، آشتی است، پیام یک دوره نو زندگی است. من برای تمام هموطنانم و تمام مردم سیاره جهان میخوام که زندگی تازه در جامعه بشری، خالی از جنگ، خالی از خشونت، خالی از همه تیرگی ها بر جامعه جهان حکمران شود. مردم دوست و رفیق دیگر باشند، زندگی جولانگاه سعادت مردم باشد و مردم به خواسته های بهترین خود برسند. و نوروز همیشه که ما که در طول سالهای سال در این قدر هزار سالها نوروز رو حفظ کردیم و نوروز ما رو هم چون ملت حفظ کرده است. یعنی ما همیشه در پناه یکدیگر رو حفظ کنیم و ارزش های معنوی و فرهنگی خودمون را همیشه جایگاهش را در جامعه جهانی بلند برداریم و ملت همون را همچون ملت تمدن ساز چونه که پیشوای معظم ملت تاکید میکنند به جهانیان معرفی کنیم. سلامت باشد. هر یک افتخار و مسئولیتی هست، خاصه در مورد نوروز ما که جهانی شد. فکر میکنم ما صاحبانی انا همین جشن بزرگ، انا همین جشن اجدادیمون باید واقعا با یک مسئولیت تام هم از نوروز حمایت داشته باشیم، هم برای نوروز خدمت کرده باشیم تا سطح شایسته و ارزنده برای خود و جهانیان معرفی کنیم. سلامت باشد. هر روزتون نوروز باشد. نوروزتون پیروز باشد. نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شو، ای بنی آدم زی محبت احیا شو. نوروزی عالم به شرافت به سعادت اهدا شو، ای بنی آدم زی محبت احیا شو. چشمی نرگیزتر شد، جامعی سوسن آهر شد، ماهی نیسان آمد، شبنمی جانها گوهر شد. عید نوروزی عجم آیین جمشیدی ما، تازه مفروزد فر خورشیدی ما. هفت خانی ما توی بوسینی ما بوشینی ما، دوستی داری تو باشد هدیه شیرینی ما. نوروزی